اولین درسی که باید یاد بگیری اینه: اگر کسی رو از دنیای بیرون دوست داشته باشی، هرگز طعم تنهایی واقعی رو نچشیدی تا زمانی که مرگ اون رو از تو بگیره. این هشدار تکون دهنده ای بود که بزرگ قوم جاودانه ایورف توی همون دقایق ابتدایی داخل گوش ماکیا خوند. اما سوال ابدی این داستان اینجاست: آیا وحشت از تنهایی و سوگواری بعد از دست دادن باید انسان رو از چشیدن بزرگترین محبت هستی، یعنی دوست داشتن و عشق، محروم کنه؟ سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به این ویدیو از کانال یوتیوب من. امروز قرار نیست که فقط درباره یه انیمه صحبت بکنم. امروز میخوام درباره مفهوم فلسفی بیرحم زمان، معنای واقعی مادرانگی و سنگینی تلخ کلمه خدافزی صحبت بکنم. انیمه سینمایی ماکیا شاهکاری از ماری اوکاداه، اثری که به ما یادآور میشه که چرا انیمیشن و انیمه فراتر از صرفاً یه مدیوم سرگرمی میتونه باشه و میتونه که عمیق ترین درام انسانی رو به تصویر بکشه. پس با من همراه باش، لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره و زنگوله رو هم بزن که اگر ویدیوی جدید گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده و بیای تماشاش بکنی. جهانسازی فیلم با قومی به نام ایورف آغاز میشه، مردمانی که اونا رو قبیله جدایی پذیر یا تبعیدیان زمان لقبشون دادن. موجوداتی افسانه‌ای که صدها سال عمر میکنن و داخل حوالی سن نوجوانیشون عقربه پیر شدنشون وای میسته و برای همیشه متوقف میشه. اما ثروت و دارایی واقعی قوم ایورف طلا یا قلمرو نیست. گنجینه اونا هبیوله، پارچه های شگفت‌انگیزی که روزهای زندگیشون رو با صرف بافتن اونها سپری میکنن. داخل دنیای ماکیا پارچه استعاره ناب و درست حسابی از سرنوشت و گذر تاریخه. هر تاراپود داخل هر هبیول یک روز، یه خاطره، یه غم و یه برگ از زندگی سرگذشت انسان هاست. ایورف ها تاریخ رو روی کاغذ نمی نویسن، روی تخت سنگ نمی نویسن، اون رو به صورت پارچه می بافنش. اما این بهشت ابدی، اما این روزهای خوش همیشگی نیست و توی تاریخ و توی داستان ها همه چیز یه دونه تا داره. اما این بهشت ابدی با یورش خونین امپراتوری توسعه طلب مزاته در هم میشکنه. پادشاهی مزاته که تشنه قدرت ابدی و در دست گرفتن تموم جهانه. برای پیوند زدن خون جاودانه ایورفا با خاندان سلطنتی که اینا بیشتر زندگی بکنن و بیشتر توسعه پیدا بکنن و باقی دنیا رو بگیرن، به ایورفا حمله میکنه. توی این کشتار و جنون ماکیا از آسمون به عمق جنگل‌های دور افتاده سقوط میکنه، دقیقاً جایی که با بدترین کابوس یه موجود جاودانه روبرو میشه. تنهایی مطلق داخل قلمروی انسان‌های میرا و فانی. درست داخل لحظه‌ای که ماکیا توی آستانه تسلیم شدن در برابر مرگ و ناامیدی، صدای گریه نوزادی رو توی آغوش جسد مامانش داخل یک کاروان غارت شده میشنوه. توی اون لحظه ماکیا که خودش دختر بچه‌ای بی‌پناه، یتیم و همچنین وحشت زده است، تصمیم میگیره که ستون فقرات عاطفی کل این اثر رو یه تنه بنا بکنه. اون نوزاد رو تو آغوش میکشه و نامش رو آریل میذاره. شاهکار فیلمنامه نویسی ماری اوکادا داخل اینه که تصویرسازی کلیشه‌ای و بی‌نقص و مقدس گرایانه مادری رو کاملا دور میریزه و میذاره کنار و ماکیا مادری کردن رو توی دانشگاه یا از روی کتاب یاد نگرفته. اون اصلا سن و تجربه مادری کردن و احساسات ورزیدن رو نداره، اما در طول فیلم شاهد یه سفر 20 و چند ساله دردناک و واقعی هستیم. دست‌های زخم شده از کار داخل مزارع، درماندگی توی پرداخت اجاره خونه و مخارج، شب زنده‌داری داخل سرمای زمستون و اشک‌های پنهانی زنی که برای بقای فرزندش تمام و کمال می‌جنگه. با گذر سالها مشکل اصلی، بحران اصلی شکوفا میشه. آریل بزرگ میشه، به سن بلوغ میرسه و میبینه مادری که اونو بزرگ کرده ذره‌ای پیر نمیشه.
جامعه ماکیا رو به چشم خواهر یا همسر آریل میبینه و آریل توی برزخی از شرم، خشم و سردرگمی هویتی دست و پا میزنه. این پارادوکس دردناک، جایی که زمان برای یکی چون رودخانه‌ای درخشان و خروشان میگذره و همینجور هی پیر میشه، بزرگ میشه، و برای دیگری چون کوه یخ زده ثابته و تکون نمیخوره، قلب تپنده درام کل اثر ماکیاست. برای درک عمق ماکیا باید بدونیم که این اثر برای ماری اوکادا یک پروژه معمولی اصلا نبوده، بلکه اولین تجربه کارگردانی اون پس از سالها انزوای اجتماعی و کلن اون تروماهای دوران نوجوانی خودش بوده. اوکادا که توی دوران نوجوانی خودش سالها با مادرش دچار گسست عاطفی بوده و چالش‌های روانی شدیدی رو داشته، تمام عقده‌ها، حسرت‌ها و زخم‌های رابطه مادر فرزندی خودش رو داخل کالبد ماکیا و آریل جاری میکنه. اوکادا استاد بی‌بدیل ملودرامه. اون احساساتی رو روی پرده میاره که سینمای تجاری معمولاً از اون فرار میکنه. پیوند ماکیا و آریل نشون میده که مادر بودن با آزمایش ژنتیک یا دی ان ای تعریف نمیشه. مادر بودن تصمیمیه که هر روز صبح با فداکاری و مراقبت انتخاب میشه. ما هم یه داستان اساطیری داریم. سیمرغ مهر مادری به دلش میفته و زال رو نگهداری میکنه. این هم دقیقاً همون استعاره رو داره پیش میبره. اما فیلم از منظر ساختار بی‌نقص نیست. بزرگترین نقطه ضعف ماکیا تراکم بیش از حد رویدادها توی فرمت یه فیلم سینمایی 2 ساعته است. پرش‌های زمانی پیاپی یا همون تایم اسکیپ ها گاهی ریتم احساسی مخاطب رو کاملا مختل میکنن. خطوط داستانی بسیار مهمی مثل اسارت تلخ لیلیا یا لیلیا داخل قصر مزاته یا فروپاشی روانی کریم یه پتانسیل کامل رو برای یه سریال 12 قسمتی شاهکار رو داشتن، اما به دلیل تمرکز دوربین اوکادا و دیدگاه اوکادا فقط روی ماکیا با شتاب زدگی کامل جمع‌بندی و به سرانجام کلی رسیده شد. از حیث پروداکشن بصری استودیوی پی ای ورک یکی از زیباترین دستاوردهای تاریخ انیمیشن ژاپن رو خلق کرده. تک تک فریم های پس زمینه شبیه به تابلوهای نقاشی امپرسیونیستی و رمانتیک قرن 19 میلادی طراحی شدن. و البته موسیقی متن کنجی کاوای، آهنگساز نامدار و معروف گوست این د شل، معجزه‌ایه که به تنهایی بار نیمی از اشک‌های شما رو وقتی که دارید این انیمه رو تماشا میکنید به دوش میکشه. داخل سکانس نهایی دایره سرنوشت به نقطه آغازین این انیمه و داستان برمیگرده. هشدار تنهایی. سالها گذشته و آریل به پیرمردی در آستانه مرگ تبدیل شده و ماکیا با همون سیمای دخترانه روز نخست بر بالین اون حاضر میشه تا آخرین خداحافظی رو زمزمه کنه. ماکیا داخل این وداع جاودانه به ما اثبات میکنه که هشدار پیر قوم اشتباه نبوده اما ناقص بوده. آره، چون که دوست داشتن یه انسان فانی به اندوهی عظیم و تنهایی ختم میشه، اما این تنهایی یه حفره تاریک و پوچ نیست، بلکه گنجینه‌ای آکنده از خاطرات نورانی توی اون زندگیه که سپری شده. پیام اگزیستانسیال وایسا ادوارد درست بخونمش. پیام اگزیستانسیالیستی ماکیا اینه که پایان داشتن یه رابطه به معنای بی‌معنا بودن اون نیست. اینکه یه نخ یه روزی به پایان برسه یا پاره بشه هرگز به این معنی نیست که پارچه تنیده شده هیچ وقت وجود خارجی نداشته. ماکیا پیمان گریه نکردن رو میشکنه، اما این اشکا نه از سر پشیمانی و همچنین ضعف، بلکه عزیمتی شکوهمندانه به پیشگاه احساساتیه که تا ابد داخل تارهای هبیول اون زنده خواهد ماند و جاودانه خواهد بود.
انیمه سینمایی ماکیا فیلمی برای فراموشی نیست، مرهمیه برای هر کسی که تا به حال طعم تلخ از دست دادن کسی که براش عزیزه رو چشیده یا داخل حسرت درک معنای پیوندهای عمیق انسانی بوده و دیده و اطرافش بوده دیگه، دیده باش کنار اومده. این اثر به ما میآموزه که شاید طول عمر ما محدود باشه، اما مهربانی و رد پای احساساتی که داخل جهان برجا میذاریم و از خودمون باقی میذاریم قرنها پس از ما باقی میمونه. حالا به من بگید که آیا حاضرید جاودانه باشید یا هیچگاه دلبسته نشید، عاشق نشید، دختری مختون رو نزنه، پسری مختون رو نزنه، یا ترجیح میدید عمری کوتاه داشته باشید اما قلبتون برای کسی بتپه که در پایان براتون اشک بریزه؟ نظرتون درباره شاهکار ماریو کادا رو داخل کامنت ها برام بنویسید و تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره، اون زنگوله رو هم بزن که اگر ویدیوی جدید گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده و بیای ببینیش. بای بای.